تو هفته امروز داریم از قسمت سوم فصل 2 از کریر نجات منچستر یونایتد. اوضاع تو جدول خیلی خوبه، صدر جدول هستیم. 10 ساعت پایانی نقل و انتقالات. قبلش یک بازی با کریستال پالاس داریم، امیدوارم ببریم اون بازی رو. دیگه زودتر بریم ویدیو رو شروع کنیم و اینکه 3 ماه میریم جلو تا قبل از ماه می که میشه ماه آخر و تموم شدن فصل دوم. و دیگه خیلی دارم حرف میزنم و بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. آقا بریم شروع کنیم کریر منچستر یونایتد قسمت سوم. امیدوارم که بتونیم امروز هم نتایج خوبی مثل قبل داشته باشیم. بریم به سراغ بازی با تیم کریستال پالاس. ترکیبم که دیگه درست رو ببریم این بازی رو و نیفته که میبریم بازی رو با دبل که نه، با گل آقای فلوریان ویرتس و رایان امبومو. بالاخره این چهره گوگولی و ناناز رفت از تیم ما و واقعا دلم نمیخواد که بفروشمش، ولی دیگه برای گرفتن و جنگیدن تیم باید دیگه بفروشیم یه سری از بازیکن‌ها رو. آقای هاگلی هم 2 ساله به کوپنهاگن رفت و آقای گارناچو هم اینجا احتمالاً باید بیاره. با قیمت 77 میلیون از تیممون رفت. رو امیدوارم که بتونیم این بازی رو ببریم و 6-5 در مجموع بریم. عجب بازی بوده و برونو فرناندز هتریک کرده. امیدوارم که بچه‌ها بتونن بزنن این بازی رو هم و میبازیم و حذف شدیم از اف ای کاپ و برونو فرناندز که واقعا ناجیمون شده، ولی از چه تیم زمختی باختیم و این خط دفاعی موزل اصلی ما شد بود. تو این ویدیو هوادارا زیاد از یونایتد این چند بازی اخیر راضی نبودن. یونایتدی که امروز باز هم در خط موزل دفاعی باید به سراغ این بازی مهم بره. اونها امروز 2 دفاع اصلیشون رو ندارن. ضبط ویدیو و واقعا عذرخواهی دارم که داره بد میفته صفحه نمایشگر ویدیو. گلم خوردیم از چه کسی؟ از آقای لوئیس دیاز. به نیمه دوم جایی که در نیمه اول همچنان با گل لوئیس دیاز عقب افتادیم و زیاد اصلا کار هجومی درست حسابی نداشتیم. ما برونو واقعا ناجیمون بوده، این برونو فرناندز. حالا را بنداز این جیدون سانچو ما رو. سانچو و پنالتی واسه تیم منچستر یونایتد و چه کسی هم خطا کرد. برونو امیدوارم که بتونه گله رو بزنه. برونو توی دروازه. حالا بازی مساوی میشه، امیدا برمیگرده واسه پیروزی این بازی. آیا دراماتیک میشه این بازی مثل دقیقا فصل قبلی با همین کیتا تو همین زمین؟ حالا برو کی باید بیاد رو دستش. وای 3-4 تا تعویضم کردیم و مرموش هم باید خودشو نشون بده. عمر مرموش چقدر خوششانسه این پسر، باور نکردنیه. دوباره دراماتیک از منچستر یونایتد. دقیقاً مثل فصل پیش یکیش عقب بودیم تو همین ورزشگاه با همین کیت، ولی حالا عمر مرموش تاتنهام هم دست بردار ما نیست. یعنی یه جا وابدیم هم چلسی میرسه هم سیتی میرسه هم تاتنهام نشونم برگشته. امیدوارم بتونیم ببریم به نام خدا و 2-0 میبریم. عمر مرموش، نونو مندس چه کسایی گل. بله ناتینگهام فارست اینجا فکر کنم باید دیده بشه. آقا ایتور بذار دقیقاً بالای ما ناتینگهام 1-0 تاتنهام برد. حالا با تاتنهام بازی داریم، اگه ببریم چه اختلاف امتیازی بندازیم با تیم تاتنهام. چلسی رو بردیم، اختلاف با چلسی 6 امتیاز. تاتنهام بگیریم اختلاف با تاتنهام هم میشه 6. یونایتدیا امروز این بازی براشون مثل مرگ و زندگی بود. اگه میباختن تاتنهامیا به اونا میرسیدن، ولی اگه میبردن احتمالش واسه قهرمانی و رسیدن به چمپیونز لیگ به شدت زیاد بود. امروز اوج هیجان در ورزشگاه تاتنهام. این بازی جیدون سانچو حالا میتونه گلش کنه و توی دروازه
توی دروازه جیدون سانچو. خیلی زود به گل میرسیم ما. منمون شده خیلی زود گلو میخوریم. اینا نیومدن ببازن. در بسر خیلی خوب زد. حالا فلوریان ویرتس پاساش خوبه ولی تاثیرگذاری درست حسابی نداره و تاثیرگذاری مستقیمی نداره. اینم گل دوم. واقعا دوران پرایمشه جیدون سانچو. اینجا باید خودشونو نشون بدن. حالا موقعیت دارن و گل سوم سرج گیراسی. برونو اون آتش گلزنش دیگه زیاد تو این دو بازی به کارش نیومده. چه پاس خوبی داد آقای اینور خود سانچو. حالا بده پاسو. گل چهارم از چه کسی؟ رایان امبومو مثل چند میشه یعنی بازی. آیا اون آتش گلزنی که نمیدونم. فلوریان ویرتس و سانچو بازم گل زدن واسمون. ما یه نگاه به کلندر میتونیم بندازیم ما 1 دقیقه ای. و این ماهه که اینجا فینال رو داریم که احتمالا این میره واسه قسمت بعدی. و اینجا بازی برگشت داریم که بازی مهمیه واسمون. و ماه اپریل هم و می میفته برای قسمت پایانی فصل دوم. و بریم ببینیم که چند بازی با چند میگم بازی با تیم برنتفورد بازی چند میشه. متاسفانه اوضاع تیم به هم ریخت و بعد این باخت واقعا نمیتونم من چی بگم. میتونیم ببریم خواهشن و یکیش میبریم. یونایتدیا در ورزشگاه ومبلی استادیوم بعد از سالها، بعد از 1-2 سالی میتونم بالاخره جام ببینم. و آیا کارابوکا با این جام خوشگل به یونایتدیا میرسه بعد از چند سال یا که نه؟ توپگیری خوب. حالا موقعیت جیدون سانچو فداکاری و توی دروازه مدیسون که گل خوشگلی رو به همون زد بازیه توی اولترافورد. حالا تو این بازی باریکلا به خط دفاعی لنیورو ما چرا اینطوری پاس داد. حالا خط دفاعی که جا مونده از بازیکن‌ها. کاپیتان برونو خیلی راحت چه جایی خطا دادم، چه جای بدی هم خطا دادم. و باریکلا اونانا باشید. اوبلاک سریع شروع کن. اوبلاک حالا میتونی بریم روی ضد حملمون یک موقعیت خوبی بسازیم. جیدون سانچو نشد بزنه بومو توی دروازه. نه آفساید اودوگی. چرا میایم به ضربات مرگبار پنالتی؟ زیگزی و توی ریچارلیسون بومو رایان بومو باریکلا. پدرو پورو بچه پر روی تیم خیلی قشنگه. گیراسی پنالتیش عالیه. گیراسی کلوبستفسکی و میگیره و گرفت و پر. حالا رشفورد توی دروازه. بگیره یونایتد قهرمانه. برنارد جانسون و میگیره. یونایتد قهرمانه. کاراباو کاپ میشه. ناچیتی نانو و فرناندز هم نرسید. مهمترین نفیزن تیم. Vem cá, amor. Vai mais não. Esse negocinho de drag. Negócio de drag não dá certo não, viu, amor? Deixa ela montar na minha garupa, deixa ela montar na minha garupa. Deixa ela montar na minha garupa, deixa ela montar na minha garupa. Que eu tô tipo Nina Bravanel, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da p***, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da p***, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da p***. Que eu tô tipo Nina Bravanel, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da p***, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da p***, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da p***. Que eu tô tipo Nina Bravanel, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da p***. Deixa ela montar na minha garupa. Eu tô tipo cabrinha, não sou mochilinha, sou piloto de fuga. Eu tô tipo cabrinha, não sou mochilinha, sou piloto de fuga. Eu tô tipo cabrinha,
caminha, não sou mochilinha, sou piloto de fuga. Deixa ela montar na minha garupa. Eu tô tipo cabinha, não sou mochilinha, sou piloto de fuga. Só passo pra te avisar, vê se segura com a tropa da marquetada, tu aproveita a aventura. Que eu tô tipo Nina Bravanel, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da pau, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da pau, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da pau. دقیقا الان دارم حساب میکنم 53 دقیقه است که سر رکوردی میدیم و شاید با ادیتش به 10-12 دقیقه رسیده باشه، شاید هم بیشتر. ترکیب اینطوری هر بازیکنی که خواستید تو کامنت ها بگیم واسه خرید و واقعا ممنون از حمایت هایی که تو این 1-2 تا ویدیو قبلی داشتیم و واقعا ازتون ممنونم که لایک ها رو بردیم بالا، کامنت ها رو بردیم بالا، بازدیدا رو بردیم بالا و فقط میتونم که ممنونم واقعا. بوس بهتون و اینکه مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیو دیگه. چاکس فعلا.